سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. یکی از یاران نزدیک باقر را در برخوروغ دستگیر کردند. باز یک قدم به سوی اعتراف رسمی ثبت نام اولین دیپلمات طالبان در روسیه. نامه پیش از مرگ داماد و عروسی که بعد توی خود را آویختند. 8 پهلوان تاجیک در تاسکولای بزرگ انطالیا 2022 اشتراک میکنند. جسد یک شخص نامعلوم را از دریای دوشنبه بیرون کشیدند. بازداشت راننده‌ای که جوانزن را با ماشین زد و از جای صدمه فرار کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که منوچهر شیروف، یک ساکن محله برخوروغ شهر خوروغ را برای اوباشی‌اش دستگیر کردند. منابع بامداد میگویند منوچهر شیروف یکی از یاران نزدیک به محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان بود و او را صبح 31 مارت در خود محله برخوروغ دستگیر کردند. منوچهر شیروف از جمله 6 تن از یاران نزدیک باقر از جمله ساکنان برخوروغ بود که مقامات 2 ماه پیش از این لیدر غیر رسمی منطقه سپردن آنها را طلب کرده بودند. باقر از سپردن آنها دست کشید و گفت نمیخواهم که به جای من دیگران را زندانی کنند. بنا به اطلاع رسمی به ضد شیروف منوچهر سال تولدش 1996 ساکن شهر خوروغ کوچه ایجابوف از طرف پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان پرونده جنایتی تحت رقم 27534 با 2 ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان 237 قسم 3 بند ا اوباشی و 330 قسم 1 زوروری نسبت به نماینده دولت آغاز کرده شده است. میلیسای بدخشان میگوید منوچهر شیروف از جمله به آن گمان بر می شود که 14 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت‌های 13:30 در یک جایکی با اعضای متشکل جنایتی شهر خوروغ محمد باقروف، شعبانوف جمشید و دیگران در پاسگاه محله تیرچید شهر خوروغ به کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با تبر هجوم کرده زخم دار نموده بود. از صحنه 9 دکبر سال 2021 نسبتش پرونده جستجویی تحت رقم 4382 آغاز گردیده در جستجوی رسمی قرار داشت. روز 14 نوامبر در پاسگاه تیرچید کارمندان میلیسیا باقر را منع کرده بودند، ولی طرفدارانش به پاسگاه آمده او را از دست کارمندان مقامات کشیده گرفتند. هنگام خلاص کردن باقر از بازداشت در پاسگاه بین طرفداران او و کارمندان میلیسیا زنازنی روی داد که در آن یک کارمند میلیسیا را با تبر زده زخمی کردند. حالا حرکت‌های تفتیشاتی نسبت به منوچهر شیروف از طرف پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. یک منبع بامداد از خوروغ در شرح این پرونده گفت مقامات چندین بار خویشاوندان شیروف را به مابین درآوردند تا که او را به اختیارا تسلیم شدن متقاعد کنند، ولی او رد کرد. به این دلیل شیروف منوچهر صبح 31 مارت در خود برخوروغ دستگیر شد. گفتم صحبت بامداد به ضد خود باقر نیز مقامات بر اساس چند بند قانون از جمله تحقیر و لطوکوب نماینده دولت پرونده گشودند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 31 مارت در نشست سهیم وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونسی خطای خبر داد که مسکو الکی اولین دیپلمات فرستاده جنبش طالبان را ثبت نام کرده است. میخواستم تاکید کنم که ماه گذشته نخستین دیپلمات فرستاده حکومت نو افغانستان به مسکو آمد و در وزارت ما اکریدیتاسیون گرفت، گفت لاوروف. رهبر اداره سیاست خارجی روسیه از رژیم نو طالبان ستایش کرد که با وجود کمبود تجربه راهبری، محدودیت‌های مالیوی و اقتصادی و فشار حربی و سیاسی از طرف امریکا و متحدانش، مأموریت نو افغانستان در عموم از عهده در حالت شنا نگاه داشتن کشور برآمده ایستاده است. به عقیده لاوروف در سمت مبارزه با تروریسم نتیجه های مشخص به چشم می رسند. در ساحه حمایت حقوق انسان تلاش ها انجام داده می شوند. کابل به طور فعالانه روی گسترش روابط دیپلماتی و اقتصادی کار می کنند. این همه بدون شک به اعتراف بین المللی مقامات نو افغانستان مساعدت می کند. سرگئی لاوروف در حاشیه نشست همسایه های افغانستان همچنین با رهبر وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی ملاقات کرده است. در این باره سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زخارova در تلگرام کانالش خبر داد. در پی ستایش رژیم نو طالبان سرگئی لاوروف در نشست
تونسی اظهار داشت که مسکو از نقشه‌های سازمان تروریستی داعش جهت به کشورهای آسیای مرکزی و روسیه پند کردن ناامنی نگران است. به عقیده او در مرز افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان جمع شدن جنگجویان داعش علامت ناامنی است. نگرانی ویژه را نقشه‌های داعش و طرفدارانش برای بی‌ثبات کردن کشورهای آسیای مرکزی و صادرات ناامنی به روسیه برمی‌انگیزند. اظهار داشت لاوروف در تونسی. در نشست سیوم وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونسی در شرق خطای، هیئت‌های روسیه، خطای، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک دارند. نشست اول همسایه‌های افغانستان 21 اکتبر سال 2021 در مسکو، نشست دومش 27 اکتبر سال 2021 در تهران دایر شده بود. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در روزهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا و ناتو از افغانستان قدرت را در این کشور غصب کردند، ولی حکومت نو آنها را تا حال یگان کشور رسما اعتراف نکرده است. بسیاری از بازیگران اساسی در عرصه افغانستان با رژیم نو طالبان تماس‌ها برقرار کردند و از جمله چند روز پیش وزیر خارجه خطای هم از کابل بازدید و با رهبران طالبان ملاقات کرد. تاجیکستان از انگشت شمار کشورهایی است که حاکمان نو افغانستان را قبول ندارند و طلب دارند که آنها باید در حکومت خود به دیگر قوم‌های ساکنان افغانستان به ویژه به تاجیک‌های آن کشور باید جایگاه شایسته قائل شوند. در ولایت ختلان مرگ زن و شوهر جوانی را تحقیق دارند که جسد آویزان آنها را بعد 3 روز توی یافتند. حادثه شب 27 مارس امسال در دهه یکتوت نویه وخش روی داده است. پیوندانشان به خودکشی بودن حادثه تاکید دارند. در داستانی نویه گفتند تحقیق جریان دارد اما پرونده باز نشده است. شریفبک زیایف 26 ساله و گلاوش شویوی 17 ساله که برای رسیدن به سن بلاغت چند ماهشان مانده بود روز 24 مارس امسال ازدواج کردند. بنا به عکس و نوار عروسی آنها که دسترس رادیوی آزادی شد طرفها شاد به نظر می رسیدند، ولی چنین رنگ گرفتن کار پیوندانشان را در ماتم نشانده است. سفرخوجه زیایف برادر شریفبک روز 3 مارس به رادیوی آزادی گفت جسدها را از آغل کنار حولیه‌شان یافتند. همان صبح از خانه داماد و عروس هیچ صدا نبرآمد. فکر کردیم که خوابیدند. دیرتر جسدها را آویزان یافتیم، نقل کرد او. در داستانی نویه وخش تصدیق کردند که حادثه را تحقیق دارند، ولی به قول دادستان صلاح الدین اسماعیل زاده هنوز نسبت به این حادثه پرونده جنایی نگشودند. او گفت تنها پس از دسترس کردن خلاصه چند نوع تشخیص و صحبت با شاهدان پرونده باز خواهند کرد. حادثه به خودکشی مانند است اما هنوز برای خودکشی نامیدن آن دلیل‌های کافی در دست نیست. اضافه کرد او پیوندان عروس و داماد میگویند از خانه خواب آنها نامه یافتند که ظاهراً قبل از مرگ نوشته شده است، در حالی که دادستانی نامه را برای تشخیص خط‌شناسی فرستاده است. محمد ظاهر شایف پدر عروس میگوید دخترش درست مکتب نخوانده بود و نامه نوشتن نمیتوانست. شایف گفت نخستین نامه را در دادستانی دید و در آن جفت جوان از پیوندان معذرت خواسته ولی سببش را شرح ندادند. در نامه نوشته شده است که دیگر زندگی کردن نمیخواهیم، نوشتن ما با خواهش خودمون خودکشی میکنیم. خویشان داماد گفتند حسن خط به نوشته های شریفبک زیایف مانند است. گفت او پدر گلاوش شایف افزود بعد 2 روز توی به خانه داماد دعوت شده بودند و همه خرسند به نظر می رسیدند. داماد حتی برای تربیت خوب دختر به ما تشکر گفته بود. به یاد آورد او در گذشته خودکشی داماد یا عروس در تاجیکستان ثبت شده است. در صورت تصدیق شدن خودکشی شریفبک و گلاوس این مورد کمترین خودکشی یکجایی عروس و داماد در کشور خواهد بود. هر سال در تاجیکستان 10 نفر خودکشی میکنند. بعضی از این موردها به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال اویلوی ربط میدهند. تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. سیر جهان گشتین جودو با مسابقه تاسکالای بزرگ انتالیا 2022 ادامه می‌یابد. این مسابقه با اشتراک 535 ورزشکار، 319 مرد، 216 زن از 65 دولت دنیا از روزهای 1 تا 3 اپریل در شهر انتالیا ترکیه دایر خواهد شد. کمیته ملی المپیک تاجیکستان روز 31 مارس خبر داد که در مسابقه تاسکالای بزرگ انتالیا 2022 8 پهلوان از تاجیکستان نیز اشتراک میکنند. اینها مرزود صوفیف، ابوبکر شیروف، شعباز سید ابراروف، سامان محمدبکوف، کامرانشاه استوپیریان،
جهانگیر مجیدوف، ابوبکر اکوبر، تیمور رحیموف قوه آزمایی ها طبق قاعده های فدراسیون بین المللی جودو در 7 وزن میان مردها و 7 زن میان بانوان صورت خواهد گرفت. غالبان و جایزه داران در برابر مدال ها با جایزه های پولی نیز قدردانی می‌گردند. برای برندگان جای های اول 5000 یورو، برای جای های دوم 3000 یورو و برای جای سوم 1500 یورو جایزه جدا کرده می شود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام 30 مارس جسد یک نفر را از دریای دوشنبه بیرون کشیدند. شخصیت او تا حال معین کرده نشده است. بنا به اطلاع کمیته روز 30 مارس سال 2022 ساعت 17:09 دقیقه به قسم نوبداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در ناحیه فردوسی پیش از پل ماشینگذار سابق بازار سلطان کبیر در داخل رود دوشنبه جسد نفر نمایان شده است. بعد گرفتن خبر دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه فوراً به جای حادثه سفر برگردیده ساعت 17:30 دقیقه جسد را از آب بیرون آوردند و به مقامات امور داخلی ناحیه فردوسی سپردند. مقامات حالا در پی معین کردن شخصیت نفر غرق شده می باشند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر جان باختند که این نظر به 107 نفر در سال 2020 غرق شده 48 نفر یا نزدیک 45% بیشتر می باشد. قلب محمد امینوف عبدالرحیم اسرارویچ، کارمند شایسته تاجیکستان، دکتر علم‌های اقتصاد، پروفسور کافدرای منیجمنت و صاحبکاری دانشگاه اگراری تاجیکستان روز 29 مارس سال 2022 در سن 85 از تپیدن باز ماند. عبدالرحیم مادامینوف 14 آگوست سال 1937 در دهه سارای جماعت پانغاز ناحیه اشت در اویله دیقان به دنیا آمده. سال 1961 انستیتوت خواجگی قشلاق تاجیکستان حاضره دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور را با دیپلم اعلی ختم کرده است. عبدالرحیم مادامینوف سال 1967 رساله نامزدیش را در موضوع راه‌های اساسی زیاد و ارزان نمودن استحصال محصولات گوسفند سرگوشت و روغن در تاجیکستان در مثال کلخوزهای وادی ایثار را حمایت کرده. سال 2006 در شورای دیسرتاسیونی انیورسیتت دولتی اگراری روسیه به نام تیمیریازف شهر مسکو رساله دکتریش را در موضوع تامین استواری رشد خواجگی قشلاق تاجیکستان دفاع کرد. عبدالرحیم مادامینوف سال 2009 با گرفتن عنوان پروفسور مشرف گردید. او سالهای 1975 تا سالهای 1982 نایب رکتور دانشکده کشاورزی تاجیکستان بود. عالم شناخته 8 مونوگرافیا، 20 مجموعه و زیاده از 240 کار علمی و علمی متدی نشر کرده است و تحت رهبری او 22 عالم جوان رساله های نامزدی حمایت نموده با گرفتن عنوان نامزد علم های اقتصادی مشرف گردیدند. برای تیار نمودن متخصصان بالیاقت سال 1994 به مادامینوف عبدالرحیم عنوان افتخاری کارمند شایسته تاجیکستان داده شده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. روز 29 مارس سال 2022 راننده اتومبیل تمغه کیا ریو رقم قید دولتیش 1326 05 در کوچه قهور شهر دوشنبه به سمت مقابل راه حرکت نموده یک جوانزن پیاده‌گرد ساکن پایتخت را با قسمت پهلوی ماشینش زده از پای افتانده است، ولی به جای کمک رساندن به جبر دیده و به بیمارستان بردن او از جای حادثه فرار کرده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که راننده فراری شهروند سعیدوف عبدومنان سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر ایثار می باشد که در شرکت چرخ اقبال همچون راننده مسافرکشان تاکسی کار می کند. راننده را همراه ماشینش بازداشت و به شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه دسترس کردند. بنا به اطلاع ملیته پایتخت نسبت به سعیدوف مواد لازمه ترتیب داده شده قضیه تحت سنجش پیشکی قرار دارد. گفته می شود که خوشبختانه جوانزن جبر دیده جراحت وزن جسمانی نبرداشته است، ولی راننده برای فرار از محل صدمه مجازات تهدید می کند. محمد رسول و مفزونه انوارونا ساکن شهر دوشنبه جماعت روسیه کوچه یکتوت خانه رقم 306 صبح 19 مارس سال 2022 ساعت 08:00 دقیقه
از خانه برآمده با همین بیدرق شده است. این جوانزن مادر یک کودک 6 ماهه شیرمک است که در خانه مانده است. نزدیکانش از امگان برای جستجوی مفزونه کمک می‌طلبند. از آنهایی که درباره کجا بودن مفزونه محمد رسولووا معلومات دارند و او را تصادفاً در یگان جا دیده باشند با این رقم زنگ زنند: 992 907 898908. خبر بیدرک شدن مفزونه محمد رسولووا در حالی است که اخیراً امیده احدووا، یک دختر 19 ساله ساکن دوشنبه را که از بیماری روحی رنج میکشید، روز 29 مارس بعد 6 روز گم شدنش از نارک پیدا کردند. این دختر روز 23 مارس گم شده بود. از همه هموطنان خواهش میکنیم که همین گونه در پیدا کردن مفزونه محمد رسولووا نیز کمر همت ببندند و یک جای دست به دعا بکشاییم تا خداوند این جوانزن را به پیش نزدیکانش و فرزند خردسال و شیرمکش برگرداند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.